امشب باز دو بازی دیگر برگزار می شود. واقعا هم دو فینال هم گویم خطا نمی شود. پاریس سن ژرمن در مقابل لیورپول و بارسلونا در مقابل اتلتیکو مادرید. بازی بسیار هم حساس، بازی بسیار هم مهم در لیگ قهرمانان ها امشب صورت میگیرد. بیاید اطراف رقابت آرسنال و اتلتیکو بارسلونا و اتلتیکو حرف میزنیم که دسته ها هفته گذشته در دایره چمپیونات اسپانیا بازی داشتند و یک بازی بسیار دشوار و یک غلبه خیلی دشوار رو دسته بارسلونا به دست آورد. حالا که اتلتیکو در جریان بازی بدون یک فوتبال بازی اساسی هنرنمایی کرد، یعنی یک بازیگر دسته اتلتیکو کارت سرخ گرفت. خوب میگم که دیگو سیمیونه در بازی‌های مخصوص واقعا هم نتیجه خوب به دست می آورد. آیا با تجربه نشان دادن بازی در جام اسپانیا مقابل بارسلونا امشب اتلتیکو امکان دارد که باز هم اون نتیجه رو تکرار کند؟ البته تاریخ یک نتیجه غیری عموما انتظار نیو با عقل راست نمیاد را به قید گرفته است. بارسلونا همیشه در چهارک فینال از اتلتیکو شکست خورده بوده است. بله. باید این جادو و این طلسم شکسته شود. من وقتی که بارسلونا را فلیک رهبری کرد و حالا بازی که این دسته نشان میدهد تماشا میکنم، وقتی اون رسیده است که همین طلسم شکسته شود و در این جفت اولویت رو به بارسلونا میدادم. چه خیلی که دیدیم در جفت باواریا و ریال مادرید یک نتیجه تاریخی به قید گرفته شد و دسته شهر میونخ نهایت رقیب پرقوت خود رو در خانه خودش شکست داد و از این مرحله بسیار گویم که نفرین شده باید که با همین گونه رقیبی خیلی جنگاور بارسلونا بگذرد و برای این همه شرایط ها هست و یکی از عامل های اساسی، یعنی که برای وضع چی بارسلونا میتواند غلبه به دست آورد، این سرمربی آنها متخصص آلمانی هانس دیتر فلیک میباشد. برای وضع همین چیز برتری دارد. بارسلونا آماده است که در همین فصل فوتبال لیگ چمپیون های اروپا اتلتیکو مادرید را در چهارک فینال شکست بدهد. خب بارسلونا در بازی اخیر مقابل اتلتیکو بدون لیدر اساسی خود رافینیا بازی کرد و ما دیدیم که نبودن این فوتبالباز برزیلی تا کدام اندازه در خط حمله تاثیر خود را میرساند. هرچند رشفورد یک عوض کننده خوب هم هست. اینجا هم میتواند نبودن رافینیا امشب با بارسلونا تاثیر بد رساند. به واسطه نبودی رافینیا احساس خواهد شد و مهمتر از همه ببینید چی است که اینو علاقه 3 مرتبه می شود که با هم بازی کردن در همین موسم. یک مرتبه با حساب بزرگ اتلتیکو وقتی که در جام شکست داد بارسلونا را، ببینید آنها قدرتی نزدیک بودند با قدرت کامبک کردن 3-0 بود. کمتر دیگر اگر فرصت میموند آنها میتوانستند از این حساب میگذشته میرفتند. ولیکن اینجا گپ سری چی میرود؟ ما مشاهده کردیم که اتلتیکو مادرید با گذاشتن آن اسلوب پیشینه خود به قول افاتوبوس بیشتر موفق میشود. یک دو سه موسم قبلتر او دست کشید از این چیز و به چیزی هم نرسید و باز دید که بازگشت با همون اسلوب دفاع کاری خود و طریق ارسال‌های طولانی روان کردن شارلوتو آلوارز به خط حمله این چیز بیشتر کار میدهد. من فکر میکنم توجه اساساً به بازی اول خواهد شد. در بازی اول در صورت به خط گرفتن نشدن حسابی بزرگ میتوان اینتریگر رو در این رقابت انتظار شد، زیرا ببینید در بازی اول چنین اشتباه شد از جانب دسته فلیک و دیگر آنها در بازی جوابی هم هرچند که نزدیک بودند دلیلا نتوانستند. اینجا اتلتیکو مادرید هم اگر که ما منطقاً کمتر تخمین زنی کنیم هر دو اینا قریب که یک جایزه در دست دارند. یکی در جام اسپانیا با احتمال زیاد باید به دست گیرد، دیگری باید در چمپیونات اسپانیا قهرمان شود. برای اینو هدف اساسی چی است؟ چی برای سیمیونه که معاش از مگران میگیرد برای رسیدن برای شرف در لیگ چمپیون‌ها و چی برای بارسلونا که سر از 2015 تا حال هم پیروزی ندارد. از همه انگیزه بلند این دو دسته دارند در میان اون دستایی که باقی موندن در رقابت و فکر میکنم که سیمیونه از حساب تجربه رقابت با خودی بارسلونا، از حساب تجربه غنی خود میتواند
یک نوع بازی بماند که برای بارسلونا البته با وجود نبودن رافینیا با وجود خط دفاعی ضعیف مشکلی بسیار هم گران ایجاد میکند. بله. به هر حال من برای این اندیشه هستم که برای اتلتیکو مادرید از همه رقیبی پرقوت یک راهی مشکل گذار رقم زده شد، چون که در اون طرف سدکه اتلتیکو مادرید احتمال بود که مبارزه برد، چون که آنجا به جز باواریا دیگر دسته ها بحرانی می باشند. البته بارسلونا همزمان مشکلات جدی کادری دارد، لیکن به این نگاه نکرده میتواند که 3-4 گل به دروازه خودی اتلتیکو بزنند. وقتی لازم است از این زیادتر قدرت بوده میتواند. بله، قدرت دارد. بارسلونا یک دسته است که ظرفیت بلندی گلزنی در بازیگرانش دیده می شود و این فرق ندارد که رافینیا در حیات هست یا نه. موفقیت کلان دسته بارسلونا باز هم مربی که آمد و یک دسته خودش را ساخت. این عبارت است از لامین یامال، نفری که حالا با توپ کارهای عملهای را انجام میدهد که به عقل آدم راست نمیاد و با خودی مؤلف برنامه امروز با خالد مرادزاده ما یک چند سال پیش بحث داشتیم که البته بودن چنین بازیگران فاتی و دیگران، ولی در فیزیونومیای لامین یامال بازیگری خارق العاده را در حال دیدن ممکن است. ولی ببینید دلکه درآمد دیگه پای سخنان میروب اینجا هفته قبلی وقتی که عکس العمل او نسبت فلیک ما دیدیم چگونه به عوض‌کنی خود نشان داد، اگر همین رفتارهای غیر ورزشی و همین جوانی به قول جوی او را راه نزنند این چیز میتواند که البته او را برای بزرگ رساند. اگر این چیزها مانع او نشوند، دیگران هم بودند استعدادهای از لاماسیا بودند که از عمل دیده خوبتر بودند ولی که الکی ناپدید شدند. این چیزهای چیزهای غیر میدانی، آن مناسبت‌های شخصی که او داشته بود الکی در همین موسم، آن جراحت‌هایی که داشت و دیگر عاملایی که بودند که کمتر به قول او را از راه زدند، ولی که اگر که کل چیز به درستی رود او به قول میراب میتواند نفری باشد که ما دیگر باره یک وارث مسی رو شاهد شده باشیم. بله. خب به هر صورت می‌بینیم که بازی دسته بارسلونا و اتلتیکو امشب چگونه صورت می‌گیرد.